2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. معذرت میخوام. معذرت میخوام. از تو هم معذرت میخوام. نباید اونجوری حرف میزدم. باشه مشکلی نیست. هیچ کس حساب نداره. تو کجا بودی؟ بیا عزیزم. دیگه تموم شد عزیزم. تموم شد باشه تموم شد. بیا دیگه تموم شد باشه. با پویراس خیلی گشتیم. هر دفعه خیلی نزدیک می شدیم ولی نتونستیم پیداش کنیم. خب حالا پویراس کجاست؟ ولم کن. خفه شو انقدر سر صدا نکن. میندازم تو آبا. رابیو صدا در نمیاد. برو تو. نه حرف نزن. جیغ و ویغم نمی کنی فهمیدی؟ خفت میکنم وگرنه. ساکت. یکی اومد. ایدیل بیدار شو. ایدیل بیدار شو. یکی اومده. ایدیل بیدار شو. ایدیل. دوستان میخوام همه جا رو بگردید. همه جا رو گوشه به گوشه بگردید. باید همه جا رو بگردید. زود باشید دختر منو پیدا کنید. زود باشید. فقط سریع لطفا. زود باشید. نکنه اونا رو هم برده باشه. فکر نکنم فاتح.
اگه اینطور بود تو ویدیو اونم نشون میداد، میذاش حرف بزنه، حس میکنم یه جایی همین اطراف هستن. دخترم کجاست؟ تو رو خدا یه چیزی بگو فاتح، دختر من کجاست؟ ایدیل من کجاست؟ ایدیل! لطیف آروم باش مرد. هی اینجاییم. هی صدامونو میشنوین؟ ما اینجاییم. اومدن، ایدیل اومدن ما رو نجات بدن. هی ما اینجاییم، صدامونو میشنوین؟ میشنون. ما از اینجا میریم بیرون. ما رو نجات بدین. یه صدای شنیدم. صدا رو قطع کنه. هیچ کس حرف نزنه. جام نخور. صدا اونجا میاد فاتح. برو لطیف برو. هی ما رو نجات بدین. تو نمیکن. پیدامون میکنن. ایدیل میشه از اینجا میریم بیرون. ایدیل سریعتر لطیف، سریعتر. ایدیل عمو لطیف ما اینجاییم. دخترم. عمو لطیف. بابا تو رو خدا ما رو از اینجا ببر بیرون. نمیتونیم نفس بکشیم بابا. تموم شد. الان میریم بیرون. حالا میارمت بیرون دخترم، نگران نباش. باتو طاقت بیار. وای نسید یه کاری بکنید یکم دیگه باتو لطفا. باتو خواهش میکنم. باتو باشو. باتو باشو. طاقت بیار. باتو خواهش میکنم. باتو این حله. بازش کن. تا همینجا بود سینان. نمیتونی فرار کنی. من منتظر بودم ببینم کی میای. ببند اون فکتو. پایراس اینجام. من اینجام. پایراس من اینجام. بیا پایراس. حاضران. پیدات کردم حاضران. دیگه پیشتم نترس. پیدات کردم حاضران. پایراس داره فرار میکنه. پایراس فرار نکن. دیگه نمیتونی فرار کنی. دیگه نمیتونی به کسی آسیب برسونی. حتی من برم زندان، مادرت بهت رسیدگی میکنه. کافیه دهن باز کنم، هر کاری بگم میکنه. پایراس نکن. وزیران تو دخالت نکن. پایراس حالا چی جوری میشه؟ برو تو بینم. برو داخل. هیچ جا نمیره. برو داخل. اون هیچ جا نمیره. شلیک کن دیگه. اگه میتونی شلیک کن. پایراس بسته.
نجات پیدا کردی. خوبی؟ با تو خوابیده. حاضران به خاطر تو این 2 بچه داشتن میمردن. تا کی میخوای به حرف اون مرد گوش بکنی هان؟ بس دیگه، داغون شدیم. ببین خواهرمو به چه روزی افتاده. خاله عالیه رو نگاه بکن، هنوز به خودش نیومده. ما واقعا داغون شدیم. با تو ایدیلم فرستادی دنبالشون. خدا میدونه پویراز الان تو چه حالیه. واقعا که پسر خودت هم بدبخت کردی. بس دیگه مامان. سلما جونم آروم باش. من برای نجات اونا همچین کاری کردم. نیت بدی نداشتم. گفتم وقتی پولو بگیره تموم میشه و بی خیالمون میشه. بعد با تو اومد رازیم کرد، گفت اینجوری بهتره. از کجا میدونستم این دیلم میره دنبالش؟ واقعا خیلی معذرت میخوام. لطیف من هایتر الان نه، بذار همه چی تموم شه بعد حرف میزنیم. زینب برای چی بلند شدی از جات عزیزم؟ صبر کن لطیف، یه خبری بهم بده. یه خبر خوب بهم بده. پیداش میکنیم عشقم، قول میدم پیداش میکنیم، ناراحت نشو. دوست داشتی یه پسر داشته باشی؟ چی داره میگی تو؟ فقط یه سوال پرسیدم، دوست داشتی یا نه؟ اون ننه دیوونت گفت من بچه دار نمیشم. حرفایی زد، دروغ گفت بچه دار نمیشم. بعدم سر کله تو پیدا شد، بایتن گفتی مامان. دیوونک شدم من. یه پسر که از یه مرد جزیره‌ای بود به یکی دیگه میگه مامان. بفهم من چی میکشم. من دیوونم الان، دیوونه. سالها منو شکنجه دادی، منو بی مادر گذاشتی. میخواست چی کار کنم؟ از یه بچه دیگه نگهداری میکردم؟ مادرت کلی دروغ بهم گفت. تازه بعد اون همه دروغ باید از پسر یه مرد غریبه نگهداری میکردم. پویراز، مادرم چرا بهت دروغ گفت؟ ها؟ چرا دروغ گفت؟ چه میدونم، یه زن دیوونه است دیگه. به خاطر تو دروغ گفت، به خاطر تو، به خاطر ظالم بودن تو، به خاطر کتک هایی که میزدی، به خاطر تو مجبور شد منو مخفی کنه. برای زنده موندن فرار کرد. زنده موندن. یه روز نذاشتی زندگی کنه، نذاشتی یه روزم نفس بکشه. اینطور نذاشتم نفس بکشه. اون چشاش دنبال یکی دیگه بود، فرار کرد اومد جزیره، رفت دنبال مردی که باید مواظب عشقش باشه. حالا که چی میگم؟ یعنی من بی غیرتم. اینطوری مواظب عشقتی؟ ها؟ با زندانی کردن مواظبشی؟ تو مرد نیستی، تو آدم نیستی، هیچی نیستی، ولی متاسفانه پدر منی. چی گفتی؟ ها؟ آره تو پدر منی. لعنت به این که پدر من تویی. مادرم ازت مخفی کرده، ترسیده وقتی بفهمی منو بدزدی اذیتم کنی. گفته بی پدر بزرگ بشم بهتر از اینه که بابایی مثل تو بالای سرم باشه. برای همین منو فراری داده. تو دروغ میگی. دروغ نمیگم، متاسفانه پدرمی. مادرم وقتی اومده جزیره باردار بوده، بعد از ازدواجم نتونسته به کسی بگه، مخفی کرده. دوباره میپرسم، دوست داشتی یه پسر داشته باشی؟ معلومه. پس به هم شلیک کن.
زود باش. پویراز به پسرت شلیک کن. فقط این کارو نکردی، این کارم بکن. شلیک کن. پویراز اینجوری نکن. دخالت نکن حاضیران. برو کنار. زود باش. پویراز چی کار زود باش میکنی؟ دیگه. چرا معطلی؟ مگه قبلا امتحان نکردی؟ قبلا هم نمیخواستی منو بکشی؟ نتونستی؟ ولی الان شلیک کن. زود باش. پویراز زود باش بابا. نه زود باش. پویراز نه. زود باش. اسلحه رو مقابلت بیار وایسادم. به هم شلیک کن دیگه. اسلحه رو بیار پایین. تو رو خدا ازت شکایت نمی کنیم. تو رو خدا میتونی بری نجات پیدا میکنی. پویراز زود باش بابا. میذاری میری پولت هم میگیری، کسی هم نمیتونه پیدات کنه. زود باش بابا. زود باش. روبروت وایسادم. به هم شلیک کن بابا. زود باش. پویراز 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 خوبی؟ پویراز حالت خوبه؟ آروم باش. خوبه. حال ما خوبه کمیسر. حاضرانم پیش منه. داخل قایقیم تو بندر قدیمی. باشه ممنون. تو سردته؟ برم ببینم چیزی هست. آقا لطیف، کمیسر خواست بهتون بگم پویراز حاضران حالشون خوبه. ما نیروها رو فرستادیم. نگران نباشید. خدای شکر. خدای شکر. چشمتون روشن. عشقم نجات پیدا کردن. پویراز حاضران نجات پیدا کردن. چه خبره؟ نجات پیدا کردن. نجات پیدا کردن. آره آره بیا بغلم مجدد. خدا شکر. با تو حاضران و پویراز نجات پیدا کردن. تو خوبی؟ آره من خوبم. دارم میگم پویراز و حاضران نجات پیدا کردن. ها جدی میگی؟ پایزی هایزی رو نجات داده؟ آره بغلم. یکم درد داره ولی ادامه بده. آره یه لحظه صبر کن. ما که نمردیم ها؟ نه دیوانه، مرگ چیه؟ همه صحیح و سالمیم. هیچ نگران نباش. بغلم کن. باشه گفتم بذار بپرسم مطمئن شم. نهیر تو مطمئنی دیگه؟ آره باشه چی شده؟ بگو. نجات پیدا کرده. پویراز نجاتشون داده. ای خدا رو شکر. بغلت کنم من به جلونمه. نمیتونم طاقت بیارم. بیا اینجا. آرومتر بچه ها. الان یه بلایی سر خودتون میارین دیگه. نمیشه کاریش کردن. همونه گردی گورکم. وای کمرم. ببخشید هیجان زده شدم. خیلی عذر میخوام. واقعا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. با شرایطی که داری همیشه کنارمون بودی. این چه حرفیه؟ پس بلا بدور. من برم. کجا میخوایی بری؟ مگه من اجازه میدم که بری؟ تو هیچ جا نمیری. نمیدونم بینتون چی گذشته. اصلا هم برام مهم نیست. الان چیزی که برام مهمه اینه که حاضران حالش خوبه و نجات پیدا کرده. هیچ چیز دیگه ای برام مهم نیست. برای همین لطفاً شیطنت نکنید باشه؟ باشه. خیلی خوب عالی شد. پس زودتر جمع شیم که باید جشن بگیریم. زود باشید. انقدر از دیروز گریه کردم خسته شدم به خدا. بهتون گفته بودم پویراز پیداش میکنه. نجاتش داد. دیدین؟ ها دیدین؟ به حرف من رسیدین یا نه؟ کی گفتی؟ از صبح داری میگی به خاطر من شد. بچه ها ادامه بدی. همش میگفتی به گشتن ادامه بدی. تو پولی ریزه میزه. انقدر بلا نمیشی ولی ادامه بده. هی نمیگفتی. باشه بابا فهمیدم. ادامه بدی. همش من مسخره میکنه. ها بین خودمون بمونه. یه دونر بخوریم. ها دونون ها بخوریم بچه ها. بخوریم یا نه؟ از دستتو گورکم. خیلی خوب دیگه جمع شین باید جشن بگیریم. بیاین. باشه بریم. اگه قراره دونر بخوریم منم میام. فلفل سیاه هم برام بگیریم. ممنونم.
خواهش میکنم. پویراز سینان، یعنی بابا به نظرم نیازی نیست در موردش حرفی بزنیم. خودش اینطوری خواست، خودش انتخاب کرد. چطور میتونی انقدر آروم باشی پویراز؟ چی کار کنم؟ اون الان حاضران. انسان با انتخابای خودش زندگی میکنه یا با انتخابای خودش میمیره. اونم اینو انتخاب کرد. کل عمرش توی راه نادرست بود. هیچ خوبی یا قبول نکرده و خوبی ها رو با دست پس زده. اینا انتخابای بابام بود، یا شایدم سرنوشت باشه. نمیدونم، اما الان تو کنار منی، منم کنار تو هم. الان این مهمه. خیلی ترسیدم. میدونم. اما تو زن عاقلی هستی. فهمیدی چی کار کردم؟ آره. همه رو دیدی؟ دیدم. قلب قرمز، سنگ قرمز، همه رو دیدم. یادت اومد؟ یادم نرفته بود. حتی پیامتم تو اون ویدیو فهمیدم. میدونستم میفهمی. اومدن. دخترم، مامان جون عزیزم، اگه بلای سرت میامد من چی کار میکردم دخترم؟ مامان خوبم، تموم شد. پسرم، به خاطر بلاهایی که سرتو بردم ببخش منو. چیزیت که نشده، چیزی شده؟ مامان جونم خوبم، نگران نباش، کنارتم عزیزم. خوبم. آخ عزیزم، خدا تو رو بهمون بخشید عزیز دلم. سینان، فهمیدم. حسیران جونم، چی کار باید بکنم برات؟ چطوری ازت تشکر کنم؟ باید یه کاری بکنم. نیازی نیست خاله زینب. بیا بغلم. خیلی مرد خوبی، اگه بدونی چقدر تلاش کرد. ممنونم. حاضران جونم. دوستان، پویرازو تشویق کنید دیگه. تشویقش کنید، زود باشید. صبح بخیر. صبح بخیر مامان جون. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ برای اینکه ببینم همه چی خوبه. همه چی رو به راه عزیزم. خواب که نیستم. نه خواب نیستش، واقعیت همه چی عزیزم. خیلی این واقعیت رو دوست دارم مامان. منم تو رو خیلی دوست دارم مامان.
خیلی گرسنم شده. بوی خیلی خوبی میاد. عزیزه دلم، یکی گفت گرسنمه بوی خوب به مشامم میرسه. آره؟ بله. درست شنیدم. ایشالا که از آشپزخونه ما داره میاد. میزنم تا. نمیدونم، بیاین نگاه کنید. خب زود باش عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر. من ازت ممنونم. یعنی همه گفتن که برای نجات دادن من چی کار کردین. برای همین ازت ممنونم. میشه من بغلت کنم؟ ببخشید اگه زیاده روی کردم. نه اصلا. برای یه بغل کردن نمیگم، من برای همه اذیتایی که تا حالا کردم میگم. خب آره یه وقتایی زیاده روی کرد. خیلی پشیمونم. معذرت میخوام. گذشته رو بی خیال. گذشته دیگه. خب اون موقع همدیگر رو درک نمی کردیم ولی الان درک میکنیم نه؟ آره. خب ببینم کیا سوسیس تخم مرغ دوست دارن؟ صبح بخیر. بابا ببینم تو صبحونه رو حاضر کردی؟ آبجی کجاست؟ آبجی نیست، بهش مرخصی دادم. خواستم تنها بمونیم خانوادگی صبحونه بخوری. من بده؟ ای وای بدبخت شدیم که ایشالله که خوشمزه باشه. واقعا که کی تخم مرغ سوخته دوست نداره؟ کجا این سوخته؟ از دست تو لطیف. به نظرم خوشمزه باشه نه؟ چون اولین بار اینجوری میگی. برید پی کارتون خبیثا، بالاخره یکی فهمید غذای خوشمزه به چی میگه. بفرمایید. مامان جون اینطوری نکن. در موردش قبلا حرف زدیم. باشه چیزی نیست، یکم احساساتی شدم. همه میتونن احساساتی بشن مگه نه لطیف؟ میتونن دیگه، هر کسی میتونه احساساتی. اینجوری نکن دیگه زینب، وقتی گریه میکنی نمیتونم طاقت بیارم. وای بابا مسخره بازی در نیار. به این نمیگن مسخره بازی که. لطیف لطفا تو دیگه شوخی نکن. تمام احساساتم رو بین بردی. تازه جو خانواده گرفته بودت. باشه بابا من دارم شوخی پدرانه میکنم. زیتون رو بده ببینم. بگیرش کن، تو هم عاشق زیتونی ها. چقدر خوبه. امروز خیلی خوشحالم. انشالله همیشه همینطوری خوشحال بشیم. خانوادگی هممون با هم در کنار هم دیگه. انشالله. الان راستش یه چیزی هست که من باید براتون تعریف کنم. این دیگه کیه؟ فطیر سفارش دادم به افتخار امروز. من برم فطیره رو بگیرم، شما هم چای رو لطفا بگیرید. حالا کی چای میخواد؟ آخ پسر خوشگل من. مادر بزرگ بعدنم میتونی نازمو بکشی. بذار 2 لقمه غذا بخورم. باش بخوریم عزیزم بخوریم. مادر زود باش تا هم یه چیزی بخور. همینطوری وایسادی؟ ببین اومدم، همگی کنار همدیگه هستیم و حالمونم خوبه. واقعا شکر. خدا رو شکر پسرم، خدا رو شکر. ببینین اگه اینطوری ادامه بدین چشماتون چپ میشه ها. گفته باشم زود باشین یه چیزایی بخورین. دیروزم گرسنه موندین. زود باشین. باش. من هنوز باور نمی کنم. یعنی اون همه سال که صبح بیدار شدم همش با غم و اندوه بوده. برای اولین بار امروز صبح آره خیالم راحت شد، ولی تو اون غم من یه جای خالی هست. بی‌معنیه ولی احساس گناه هم میکنم. پسرم من چه سرنوشتی برات رقم زدم.
مادر ببین تو هم داری یه زندگی جدید رو شروع میکنی. اینطوری فکر کن تا یه کمی هم خیالت راحت بشه. دیگه همچین غمایی هم تجربه نکن. باشه، ولی هر کیو تو جزیره ببینم همون چیزا به یادم میاد. زنی که باعث دردسر پسرش شد. جرأت دارن بیان به من بگن تا ببینن چطوری حالشونو میگیرم. نگران نباش. همینه، تو غذاتو بخور، دیگه به هیچی فکر نکن، فقط به پسرت فکر کن. ها، میتونی به فکر منم باشی، بهت اجازه میدم. وقتی پیر شدم ازم مراقبت میکنی مگه نه؟ ولی وقتی پیر شدم، چون که من هنوز یه دختر جوونم. مامان آلیه، تو از هممون جوونتر هستی. درسته جوونترم، ولی وقتی جوونتر رو کمک میکنن و وسایلمو با خودشون میارن خیلی خوشم میاد. اصلا چیزی لو نمیدم. پسرم امروز با حاضران قرار داری؟ نه. چطور؟ همینجوری کنجکاو شدم. قرار بذارم قرار بذارین. شما خیلی چیزا دارین که میخواین به هم دیگه بگین، خیلی چیزا. حاضرم به چی فکر میکنی بابا؟ هیچی، همینطوری. تو چی دخترم ها؟ چیزی نیست بابا جون. زینب جانا به چیزی فکر نمی کنم، چیز خاصی نیستش، همینطوری. یعنی چی چیز خاصی نیست بابا؟ حواس همتون پرت شده. زود باشید دیگه، غذا بخورید، صبحونه بخورید. هنوز هیچی نخوردید. راستی بگو ببینم، امروز بعد از ظهر یه مغازه برید، لباس بخرید، آرایشگاه، مو درست کنید، یه خوده حواستون رو پرت کنید، برین حال کنید، کلا کیف کنید. من برنامه‌ریزی کردم. بله، بیرجیک برنامه‌ریزی میکنه. فکر منم بود. گفتم حالا که مشکلات پشت سر گذاشتیم، خوش بگذرونیم، بگیم برقصیم، یه خوده حال کنیم. ها کسی اعتراضی داره؟ ها کی اعتراض داره؟ ها بگی. کی میتونه اعتراض کنه؟ فقط کافیه که همه با هم باشیم. آخ عزیزم، تو اونجایی که استخدام شدی خبر دادی که اینجایی؟ نه، یعنی باید با آقا کوتاهی خبر بدم، اما نتونستم بدم. به ازمیر برمیگردی؟ چیز دیگه ای هست که به من نمیگی؟ ها؟ نه ماما، نیست. مطمئنی؟ وای خدا، چقدر کار داریم، یکم سریعتر بیاین دیگه. صادق نگاه کن با اون کفش پاشنه بلندش، داره از ما سریعتر راه میره. میخواستی چی بشه ها؟ پای من شکسته، تو هم پا به سن گذاشتی. بازم به سن و سال من گیر داده. خدا، الان اون یکی پاتم میشکنه. یه چیزی بهتون بگم، بهترین مهمونی که این جزیره به خودش دیده رو برگزار میکنم. میدونین که هر جا پای من وسط باشه همه باید وایسن و تماشا کنن. چی کار میکنی؟ با شما ما چرا وایسادی؟ تو گفتی وایسی، ما هم وایسادیم. منظورم این نبود، زود باشین بیاین. کلی کار برای انجام دادن. خیلی وقت نداریم، کلی کار عقب افتاده داریم. باید میز و صندلی بگیریم، تزیینات و کلی چیزای دیگه. خدا رو شکر چش نخوریم، همه چی داره رو به راه میشه. مرگم مگه کله من تخته از تختق میزنی روش؟ نه این اصلا به تو ربطی نداره دیگه. تو این جزیره دعوا و بحث و درگیری و این حرفا و بدبختی و اینا نداریم، از بین میره ایشالله. به خدا که اصلا آشتی کنن، همه چی خوب بشه، همه با هم آشتی کنن، گل و گلستون خوبه دیگه. خیلی پیچیدش کردی، یهو بگو همه یه بدی‌ها ازمون دور میشه دیگه. عجب دعای قشنگی همین. باشه پس خدایا همه یه بدی‌ها رو ازمون دور کن. آمین. این ایتالیایی کیه؟ بازم یه غریبه تو جزیره است. اینم توهم زده ها، نمیذاره هیچ غریبه ای وارد جزیره شه. یه دستگاه تو ورودی جزیره میذارم، میگم تو بمون، تو رد شو با توجه به تیپ طرف. آقا گرکم ما قبلا شما رو نمیشناختیم، اگه با توجه به تیپ ارزیابی کنم شما باید برمیگشتی به خودت. تو به من گفتی بد تیپ گنده بد؟ درستی. تو چرا میخندی؟ بیازید کجاست؟ آفتاب گرفتین؟ چه ربطی به بیازید داره ای بابا؟ کمتر حرف بزنین، یکم کار کنین، کلی کار عقب افتاده داریم، بیاین.
باشه بریم. من داشتم رد می شدم. صبح بخیر. صبح بخیر. تو اینجا موندی؟ نه، تازه اومدم. متوجه. برمیگردی ازمیر؟ فعلا فکر نکردم. راستش منم میخواستم تو رو ببینم. منو ببینی؟ یه چیزی هست که میخوام دربارش باهات حرف بزنم. پویراز یکی دیگم بود. یعنی یکی دیگم بود که به سینان کمک میکرد. داشتن با هم تلفنی حرف میزدن. کی؟ تعریف کن. مطمئنی درسته حاضران؟ خب من شنیدم که تلفنی با یکی حرف میزد. فکر کنم رئیسش بود، ازش دستور میگرفت. خب ببینم کسی که باهاش تلفنی حرف میزد اسمشو صدا نکرد، هیچی نگفت. منم داشتم دنبال شما میگشتم. خوب هستین مگه نه؟ آقای کوتاه، وقتی شنیدم فوراً اومدم. منم میخواستم جزیره رو ببینم. به شما زنگ زدم اما در دسترس نبودین. آره میتونم حدس بزنم چقدر روزای سختی رو دارید سپری میکنید. واقعا بلا به دور باشه برای جفتتونم. آقا کوتاه، من نتونستم به شما زنگ بزنم چون که میدونم اصلا مهم نیست. چطور میخواستین زنگ بزنین؟ الان اصلا در این باره حرف نزنیم. بریم یه جایی بشینیم، یه چیزایی میخوریم. حاضران خانم، متوجه همه چیز هستم. واقعا روزای سختی رو سپری کردین. رئیس به این بزرگی به خاطر کارمنداش تا اینجا اومده، درسته؟ چه ربطی داره ملیسا؟ به نظر من که از روی ادب اومده، اخلاقش اینطوریه. فکر نمی کنم. به نظر منه. حتما یه چیز دیگه است. حتما. آلپر، تو خودت نظری نداری؟ معلومه که دارم. فکر نکنم. خب به نظر خودم هم ندارم. چه میدونم، تو این موضوع نتونستم این مرد رو درک کنم. نمیتونم بهش فکر کنم. کیکو فراموش کردم. اشکال نداره، حلش میکنیم. شب از من میپرسن کیک چی شده. تو شب مهمونی میای دیگه؟ آره؟ من الان به جز این مرتی که کار دیگه ای ندارم. آقا کوتاهی، ممنون که تا اینجا اومدین. من از روزی که آشنا شدیم مدام براتون مشکل ایجاد کردم. اصلا مهم نیست. برای هممون از این چیزا پیش میاد. ناراحت نشید. بگذاریم وقتی به ازمیر برگشتین تمام اینها رو فراموش میکنید، مگه نه؟ من امروز اینجا یه کار خیلی مهمی دارم، واسه همین میشه از شما مرخصی بگیرم؟ میشه؟ باشه البته. منم جزیره رو میگردم. شاید با هم برگشتیم. پویراز، روزتون خوش. روز بخیر. یه چیزی بگم؟ مطمئنم اینا دارن یه کاری میکنن. میشه یه قهوه بیارین؟ سینان میگفت ازش پول میگیره، یعنی آدم پولداریه. اون باها تصادف کرده و هتل رو به آتیش کشید. حتی احتمالاً اون گفته منو بدزده. باشه، اما من نفهمیدم کسی با آسیب رسوندن به من چی میتونه به دست بیاره. یعنی من هیچی ندارم، کسی ازم چیزی نمیخواد، مانع چیزی نشدم. نمیفهمم. پویراز، راستش یه چیزی هست که وجود تو مانعش میشه. یعنی تو بزرگترین مانع هستی که این جزیره مرکز گردشگری بشه. احتمالاً یکی با انداختن سینان به جون تو سعی داره به هدفش برسه.
اما به نتیجه نرسیده. راستی درباره دویگون شنیدم که از شرکت اخراج شده. یعنی سوال اصلی ما اینه که رئیس دویگون کیه؟ ما باید اونو پیدا کنیم. الو، سلام عزیزم، من حاضرانم. خوبم، ممنونم. تو خوبی؟ ممنونم. من میخواستم ازت درباره یه چیزی بپرسم. یادته ما برای هیئت مدیره برنامه ریزی میکردیم؟ ها، من تو محل کار جدیدم میخوام همچین مراسمی ترتیب بدم. اگه عکسی داری میتونی برام بفرستی لطفاً. میخوام به عنوان نمونه ببینم عکس مهمونا رو داری یا نه. آره، باشه، خیلی ممنونم. پس منتظرم. باشه. میفرسته. اومد. یه لحظه برو عکس قبلی. آقا کوتاهی نیست؟ پرسنل شرکت ما رو میشناسه. با من جوری حرف زد که انگار نمیشناسه. شما چطور با هم آشنا شدین؟ چطوری تو رو استخدام کرد؟ یعنی راستشو بخوای اتفاقی آشنا شدیم. Yapacağımızı belli. شما دارین یه کارایی میکنین ها؟ حالا تعریف میکنی. به من گفتین از ازمیر برو، اما خودتون اومدین اینجا. دلیل؟ حاضران خانم اتفاق سختی رو پشت سر گذاشت. نگران شدم. بالاخره ایشون همکار منه. همکار؟ میفهمم، اما فکر میکنم به این همکارتون یه کمی زیادی توجه میکنین. آقا پویراز، اونو اخراج کرده بودم. شما خواستین دوباره استخدام بشی. شاید اینم جزئی از بازی بوده. از کجا بفهمیم؟ چه بازی؟ واقعا آقا دویگونو نمیشناسین؟ چند جایی با آقا دویگون روبرو شدیم. میشناسمش ولی نه زیاد. شما منو دقیقاً به چی متهم میکنین؟ چی؟ باشه من فوراً میام. یعنی میایم. باشه پویراز اون نبوده. حاضران تو چی میگی؟ پویراز ما اشتباه کردیم، اون نبوده. کمیسر زنگ زد، شماره کسی که به سینان کمک کرده رو الان پیدا کردن. یعنی چی؟ آقا کوتاهی، ما از شما معذرت میخوایم. ما به شما شک کردیم. فکر کردیم شما منو دزدیدین. حتی از این موضوع هم مطمئن بودیم، اما الان پلیس زنگ زد. شماره متهم اصلی رو پیدا کردن. یعنی خاموشه، ولی یه جورایی از سیگنال پیداش میکنن. باور کنین اصلا نمیدونم باید چی کار کنم که منو ببخشید. واقعا معذرت میخوام. حاضران خانم، اشتباهات شما خیلی زیاده. حق دارید، خیلی حق دارید. پویراز کجا میری؟ خب میخواستی کجا برم؟ میرم اداره پلیس. باشه پس منم میام. باشه. دوستتون مشکل کنترل خشم داره.
کنار. مدرک رو از بین میبری آره؟ بهت گفته بودم که تو تله میفتی. چه مدرکی؟ شما از چی حرف میزنی؟ تو از دخترت هم خجالت نکشیدی ها؟ بیشتر به خاطر اون ناراحتم که مجبوری بری زندان. کنین. سینان به شما خبر داد که از جزیره رفتیم. شما به محض این که به فرودگاه رسیدین یه تاکسی دنبالم فرستادین. منم نمیدونستم کجا برم. راننده تاکسی هتل شما رو پیشنهاد داد. منم به هتل شما اومدم. روز بعدشم یه آشنایی از قبل تعیین شده اتفاق افتاد. یه برخورد معصومانه و یه کیک روی زمین میفته و یه متن روی کیک که دختر عزیزم نوشته. میدونستین کار ندارم. از شیرین زبونی دخترتون سوء استفاده کردین و بهم پیشنهاد استخدام دادین. همیشه داشت خوب پیش میرفت نه؟ اما هدف اصلی تو سهام حاضیران بود، یعنی هتل و جزیره. واسه همین میدونستیم با دویگون چه چیزایی تجربه کردیم. بعدش یه مراسم اهدای جایزه ردیف کردی و به هتل ما جایزه دادی. یعنی همه چی با برنامه ریزی. شما سعی کردین اعتماد منو به دست بیارین. به همکارتون گفتین که مزاحمم بشه. دخترتون رو به من سپردین. از دخترتون سوء استفاده کردین. تلاش کردین پویراز رو ازم دور کنین. این کافی نبود، هتل رو آتیش زدین و منو دزدیدین. یعنی هر نوع کثافتکاری رو امتحانش کردین. اما بالاخره گیر افتادی. انگار شما دوتا خیلی فیلم تماشا میکنین. اما آخر این فیلم ها آدمای بد میبازن. زندان خوش بگذره. ولم کنین. ولم کنین. ولم کنین. سلام بچه ها. بذار یه دونه از اینا امتحان کنم من. وای. کی به شما گفته اگه زودتر از همه رسیدی میتونی ناخونک بزنی؟ حسودی نکن، تو مثل روحی چیزی نمیخوری. یعنی چی؟ اگر که تو واقعی بودی میدونی چی بهت میگفتم؟ چی میگفتی؟ تو خیالاتم هم نمیتونم بگم، چطوری تو روی خودت بگم؟ خب امتحان کن. این تابستون زیباترین و بدترین تابستون عمرم بود. زیباترینش بود چون که تو رو شناختم و بدترینش بود چون که تو رو از دست دادم. به خوده واقعیت اینطوری میگفتم یا اصلا نمیتونستم بگم؟ ای بابات. میشه از اینجا بریدم به دقیقه بالا سرم میای که چی بشه؟ این یعنی چی؟ چی از دست دادی؟ درد گرفت. بله اگه لازم باشه دوباره هم میزنم. ولی گردنبندو انداختی؟ بله. تو واقعی هستی؟ با تو حالت خوبه؟ منم دارم همینو میگم. چی میگی تو؟ سلام. چطور شده؟ خوشتون اومد یا نه؟ خیلی خوشگل شده، خسته نباشی. انگار تنهایی انجام دادی. من با این پای شکسته 4 تا میز آوردم ها. خب داری یه لقمه نون حلال در میاری دیگه. او لالا برزیک عزیزم خیلی خوشگل شد. میدونستم میتونیم بهت اعتماد کنیم. خوشحالم که اینو میشنوم. دقیقاً مناسبه. بله دست درد نکنه. بیاین
شهردار دمت گرم. شهرداری خوب کار میکنه با. شهرداری چیه؟ بیلجیک آماده کرده، اون تدارک دیده. پس حزیران و پویراز کجا؟ ما اینجاییم، اومدیم. خوش اومدیم. ببینید من الان عدایی که بودن میارم، بعد شما حد بزنید یکیه. خب ادامه بده. چقدر تو به بوتکس نیاز داری؟ من به راهنمایی میکنم. تموم شد؟ تموم شد. بابا من میدونم کیه. لطیف بود به خدا. بابام اونجوری میکنه. من خیلی خوب در آوردم. خب این کیه؟ باچای احمق دیگه. بابا جون چیه؟ نه چیه؟ من آدم بدی نیستم. فکر کنم این ادای ایدیله. نه خیر من اونجوری نمی کنم. ای بابا آی جانم. خب خندیدیم، خیلی خوش گذشت و اجازه میخوام زیادم صحبت نمی کنم. اولا به خاطر صدام میخوام عذرخواهی کنم. دیگه همتون میدونید هر موقع از این بترسم کسی رو از دست بدم یه خورده صدام میگیره. البته خدا رو شکر امروز زیاد نگرفته چون عشقم کنارم. امروز از اینکه با شما هستم خیلی خوشحالم. ممنونم. شهردار بریم به سلامتی. فاتح کمتر بخور. نگران نباش. یه مدتیه دارم فکر میکنم چرا اخیراً جزیره ما اینقدر تو مرکز توجه هم هست؟ چرا عده‌ای میخوان این جزیره رو از ما بگیرن و چرا بلاها این همه اتفاق میفته؟ شما حدستون چیه؟ چرا دوستان؟ ما با عشق به هم وابسته شدیم و میدونید عشق هیچ کلاسی نداره. ما عشق ورزیدن رو از همدیگه یاد گرفتیم و اونا میخوان این عشق و وابستگی رو از ما بگیرن. تو دستشون چیه که جایگزین کنن؟ آپارتمان های سرد و بیرو، همسایه هایی که همدیگه رو نمیشناسن، انسان های بیرو که وقتی همدیگه رو میبینن به هم سلام نمیدن، به همدیگه بی‌اعتنا. اوخ فکر کردم تمام شده. ببخشید واقعا. آفرین صادق. با اجازت یکم دیگه مونده صادق. منظورم اینه که دوستان تا وقتی متحد باشیم به هم دیگه عشق بورزیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو زمین بزنه. اون موقع نمیتونن از ما و خونمون ما رو جدا کنن. خب و نه حاضرانمونو از ما بخوان جدا کنن. به افتخار حاضران دست و البته پویرازی که اون رو نجاتش داده. براو. خیلی ممنونم. حاضرانم میخواد حرف بزنه. البته که باید حرف بزنه. البته که باید حرف بزنه. حاضران زود باش. تشویق. برم حاضران. به افتخار حاضران. حاضران من از همتون خیلی ممنونم به خاطر امشب. یعنی منو خجالت زده کردین. خیلی خوشحالم کردین. من وقتی این تابستون به جزیره اومدم هیچ کدومتون رو نمیشناختم. الان همتون خانواده‌ام شدین. بعد از امروز چه نزدیک هم باشیم چه دور از اینجا باشیم، هر جایی که باشیم قلبمون همیشه
کنار هم میمونه. حتی اگه زندگی متفاوتی رو تجربه کنیم، این روزا رو به زیبایی به یاد میاریم. معلوم نمیشه زمان چی برامون به ارمغان میاره، اما من همیشه این روزها رو به یاد میارم، همیشه تعریف میکنم. خوشحالم که هستی. ممنونم. پویراز هم میخواد حرف بزنه. البته پویراز هم باید حرف بزنه. پاشو داداش پاشو. پویراز زود باش. بگو دیگه. زود باش پویراز، دل منو نشکن. آره داداش پویراز حرف بزن دیگه. اولا تو زندگی جای همه چی یه جوری پر میشه. یعنی خب زمینای ما رو خریدن و مغازه هامون از دست رفت. میتونیم به جای اینا بازم بخریم و جاشون رو پر کنیم، اما چیزایی هستن که وقتی از دست میدیم نمیتونیم جاشو پر کنیم. من بیشتر از همه میترسم اونا رو از دست بدم. تمام کسانی که اینجا هستن، همتون، هیچ کدومتون رو با چیزی عوض نمی کنم، با هیچی. یعنی همینطور که داداش لطیف گفت، عزیزانمون و جزیره رو با هیچی عوض نمی کنم. خوشحالم همتون کنارم هستین. همتون رو خیلی دوست دارم. آخرین رقص؟ چرا آخری باشه؟ زود باش بیا. یه سوال ازت میپرسم. اگه یکی یه روز بیاد و بهت بگه با تو کیه، چی میگی؟ یکی یه روز درباره تو بپرسه؟ نه اینطوری نیست. مثلا بهت بگه که درباره با تو یه کلمه بگو، چی میگی؟ بیلیارد. منطقیه. نه چیز میگم نی. یه چیز واقعی بگو. واقعا گفتم میگم نی. یعنی چجوری بگم؟ ممکنه چیز بی ارزشی باشه ولی واقعا نیست. نی چیزیه که وقتی نباشه تازه میفهمی چقدر ارزش داره. انگار این بهترین چیزیه که توی عمرم شنیدم.
لجبازه. انگار ما باید یه کاری بکنیم. میشه با هم برقصی پسرم؟ این چه حرفیه؟ میذاشتی من پیشنهاد میدادم. لطفا. خیلی خوشتیپ شدی پسرم. تو هم خیلی خوشگل شدی مادر. پسرم از این به بعد نه تو ناراحت شو نه کسی رو ناراحت کن باشه؟ نه نگران نباش. حاضیران این لجبازی برای امشب کافی نیست. نه خاله عالیه، لجبازی نمی کنم. ساکت شو ببینم، به حرف بزرگترت گوش کن. من میرم خارج از کشور، باید کارامو حل کنم. تو مراقب خودت باش، هم اگه از اینجا دور بشم واسه همه بهتره. مادر چیزی نگو، باید اینطور باشه، لازمه که اینطور باشه. فقط کافیه تو مراقب خودت باشی. در ضمن در واقع تو باید حاضیرانو واسه رقص بلند کنی. خدا رو شد کار لازمو کردیم. به من نگاه نمی کنی؟ نمیخوام نگاه کنم. چرا؟ میشه حرف نزنی؟ هر بار که تو چشمات نگاه میکنم 1000 جور خاطره یادم میاد. از روزی که به جزیره اومدی تا امروز چقدر ماجرا تجربه کردیم، چقدر تغییر کردیم. میشه حرف نزنی؟ هر روز من با عشق ورزیدن به تو گذشته. حتی وقتی کنارت نبودم و ازت دور بودم، هر کاری که کردم به خاطر تو بوده. برای اینکه لایق عشق تو باشم تلاش کردم، مدام سعی کردم. هر روز که گذشته من بیشتر از قبل عاشقت شدم حاضیران. عشقم بیشتر شده. میشه حرف نزنی؟ باشه، حرف نزنیم. بعد از این هر وقت که تو بخوای حرف میزنیم، هر چی بخوای همون میشه. وقتی جو تو دیگه زیادی مستی، برو خون. ما داریم میریم. مراقب سراتون باشین. رفتن دیگه، رفتن. ما باید بریم. میشه با گفته باشم. نه مراقب سرت باش. نه مسئولیتی گورکم باشه، برو مراقبش باش. شبتون بخیر. شب خوش. همه چی عالی بود. ممنونم بیری جی. ممنون عزیزم، خیلی خوشحال شدم. همه چی ممنون. خواهش میکنم. شماها باتو رو ندیدین؟ نه ندیدیمش. ای بابا. خیلی خوب، باشه. شب خوش. همه چی واقعا عالی بود. بازم ممنون. بازم ممنون. شبتون خوش.
با یه نی وارد زندگیت شدم، با یه نی از زندگیت میرم استانبول تا درمان بشم. سهام هتلو به نهیر و قلبمو به تو میسپارم. دارم میرم که عقل و روحمو درمان کنم، چون که مجبورم. شاید یه روزی وقتی مرد بهتری شدم لیاقت تو رو داشته باشم. تا وقتی که اون روز برسه، خدا نگهدار. اولین و تنها عشق من بدون تو نمیتونم. دستتو باز کن، الان دیگه وقتش رسیده. مادر بزرگ، این انگشتر تو؟ بله، هر کاری لازمه بکن، به اون بیشتر میاد. حاضران نرو اینجا بمون. چرا؟ چون که هتل سوخت و به یه اتاق نیاز داری؟ یا اینکه چون تعمیرات هتلو با همدیگه باید انجام بدیم؟ نکنه ازمیر آدمای خوبی نداره و من نمیتونم باشون آشنا بشم. چرا نرم پویراز؟ منو تنها نذار. من قصد رفتن ندارم، یعنی فعلا دیگه به این بستگی داره که اینجا چقدر شاد باشم. حاضران ببین، هر کاری میکنم تا اینکه خوشحال باشی. نمیتونم، من قبلا هم از این حرفا شنیدم. این دفعه قول میدم، واقعا خودت میبینی خیلی خوشحالت میکنم. من دیگه نمیخوام حرف بشنوم، میخوام ببینم. نشونت میدم، قول میدم، باور کن. پس فردا میبینمت. شریک میبینمت. Kuşları çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim mütellik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı
kışa çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana gülünce çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce